به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام، آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. من یاسر رحمانی هستم و اینجا پیج آموزشی مداحی انوار الثقلین است. در خدمت شما هستیم با مینی سریال 9 قسمتی اسرار موفقیت در مداحی. در این جلساتی که خدمت شما هستیم و در این ویدیوهایی که انشالله بعد از این تقدیم خواهیم کرد، در مورد نکات بسیار ظریف و نهفته در اجراهای موفقیت با توجه به بررسی‌های زیادی که در سالیان متمادی ما انجام دادیم که چطور میشه یک مداح توی یک اجرا موفق عمل میکنه و چه اتفاقی میفته و چه ظرافی رو رعایت نمیکنه که تو کارش موفق نمیشه. در ادامه ما رو دنبال بکنید تا این مطالب رو خدمت شما تقدیم بکنیم. خب قسمت اول رو از 9 قسمتی که انشاءالله خدمت شما خواهیم بود در مورد آموزش مداحی و شیوه مجلسداری در مداحی و موضوعات مهم در موضوع آموزش مداحی خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته، گلدن تایم، زمان طلایی. گلدن تایم یعنی چی؟ زمان طلایی یعنی چی؟ شما به عنوان یک مداح، علل خصوص اگر مداحی باشید که اولین بار هست به یک مجلس وارد میشید، نیاز دارید به این که مخاطب به شما اعتماد بکنه. بین 15 تا 20 ثانیه فرصت دارید مخاطب رو جلب بکنید به سمت خودتون و اعتمادش رو جلب بکنید، باعث بشید که او به شما در مدتی که دارید مداحی میکنید گوش بکنه. به این میگن گلدن تایم. شاید براتون جالب باشه بدونید همه مداحای بزرگ در کشور بسم الله الرحمن الرحیم اول جلسهشون رو خیلی روش کار کردن. شاید بیش از 100 یا 200 بسم الله الرحمن الرحیم مختلف با آهنگ‌های مختلف رو گوش کردن تا تونستن به یک نقطه‌ای برسن که این نقطه به شدت این ملودی از طرف مستمع جلب توجه میکنه. این باعث میشه شما پیشرفت کنید. پس یادتون باشه اگرچه ساده است اما مهمترین کار برای یک مداح در ابتدا یک بسم الله الرحمن الرحیم با ملودی بسیار زیبا و دلنشین هست. به طور مثال شما وقتی از مداح با این نوا و نغمه بسم الله الرحمن الرحیم میشنوید چه احساسی پیدا میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خواهید گفت مداح میخواد دعا بخونه، هنوز کاری نکرده، یه بسم الله گفته ولی میگید میخواد دعا بخونه. یا اگر اینجوری گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یقینا میخواد مولودی بخونه، یعنی مستمع کاملا متوجه میشه شما بنا دارید مولودی بخونید. اگر اینجوری گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم، میخواد مرثیه بخونه. پس شما با بسم الله الرحمن الرحیم اول مشخص میکنید چی کار میخواد انجام بدید. تو بسم الله الرحمن الرحیم گفتن دقت کنید. جلسه امروز رو با همین موضوع به پایان میرسونم، اما یادتون نره عزیزان مطالب مهمی رو بعد از این خواهیم گفت خدمت شما. با ما همراه باشید، این پست رو شیر بکنید، به دوستان دیگه معرفی بکنید، لایک فراموش نشه، به ما کمک بکنید تا این مطالب رو بتونیم به دست مداحان و ارادتمندان به سید الشهدا برسونیم. براتون آرزوی موفقیت دارم. یا علی.